چند سالته؟ 24. کار و بار داری؟ با هزار تا بدبختی کار پیدا کردم. چقدر پای حقوقه؟ 7 میلیون. ساعت کاری چند تا چنده؟ 8 صبح و 10 شب. چقدر سفته دادی؟ 100 میلیون. چقدر بدهی داری؟ 200 میلیون. تا کی باید کار کنی بدهیاتو بدی؟ اگه هیچی نخورم و نگردم و نپوشم که نمیشه، چون رفیقامو میبینم که تیشرت تنشونه، من نمیتونم لباس بدبختی بپوشم. پس با این اوصاف باید تا عمر دارم کار کنم و بدهی مردم رو بدم. این بود تموم روزمرگی یه دونه جهرون ایرانی. تبریک.